هر کودک شرایط متفاوتی دارد. علایق، نقاط قوت و نقاط ضعف هر کودک با دیگران فرق دارد. روش یادگیری هر کودک ممکن است با دیگران تفاوت داشته باشد. برای ارائه خدمات حمایتی مناسب به کودکان، انواع مدارس در منطقه برای ارائه خدمات حمایتی مناسب به کودکان، انواع مدارس در منطقه بادن وورتنبرگ دایر شده است. یکی از اینها مرکز آموزش ویژه و مشاوره یا به اختصار SBBZ است. کودکانی که نیازهای آموزشی ویژه دارند یا در زمینه یادگیری نیازمند کمک ویژه هستند، می توانند به SBBZ مراجعه کنند. کلاس‌های SBBZ معمولاً در مقایسه با مدارس معمولی کوچکتر است. در نتیجه آموزگاران فرصت بیشتری برای رسیدگی به نیازهای دانش آموزان دارند. ضمناً کارشناسان حوزه‌های مختلف در این مرکز با یکدیگر همکاری می‌کنند. شما می‌توانید روند رشد کلی کودک را پایش کنید. با هدف امکان پذیر کردن ارائه خدمات حمایتی بر اساس نیازهای کودکان، SBBZ اولویت‌های زیر را برای خود مشخص کرده است. مدارسی وجود دارند که بر یادگیری، رشد ذهنی، شنوایی، رشد جسمی و حرکتی، بینایی، زبان و نیز رشد عاطفی و اجتماعی تمرکز کرده‌اند. همانند مدارس معمولی، دانش آموزان SBBZ می توانند مدرک تحصیلی رسمی دریافت کنند. آنها می توانند دیگر انواع مدرسه را نیز انتخاب کنند. این جابجایی باید با هماهنگی دقیق مدارس معمولی و والدین صورت بگیرد. این موضوع به ویژه در زمینه ورود به بازار کار اهمیت دارد. برای بسیاری از والدین و کودکان، استفاده از خدمات SBBZ سودمند است. کودکان از حمایت مناسب بهره مند می‌شوند و درس‌ها را با سرعت پیشرفت خودشان یاد می‌گیرند. والدین نیز از مزیت حمل و نقل فرزندان با اتوبوس مدرسه یا آشنایی با خانواده‌های دیگر بهره مند می‌شوند.